خوش اومدید به این قسمت از آموزش. در این قسمت ما میخوایم درباره دستور هیستوری و آپر ارو یا همون کلید بالایی کیبورد و کلید پایینی صحبت کنیم. ببینید هر زمان شما کلید بالایی رو استفاده کنید میتونید دستورات قبلی که در ترمینال اجرا شده رو ببینید و با کلید پایین هم میتونید مجددا به پایین برگردید. اما دستور هیستوری یا همون تاریخچه رو اگر وارد کنیم، کل تاریخچه دستوراتی که وارد شده به من نمایش داده میشه که در حال حاضر برای من به عنوان مثال 503 تا دستور هست. حالا ما اینجا اگر به عنوان مثال بخوایم هیستوری رو آپشن هاشو بررسی کنیم، میتونیم با هلپ اگر وارد بشیم آپشن های مختلف اون رو ببینید. به عنوان مثال یکی از اصلی ترین آپشن ها آپشن C هست که کلیر د هیستوری یا همون پاک میکنه کامل هیستوری شما رو، و آپشن های دیگه که میتونید بر اساس نیازتون استفاده کنید. مخزن دیگه ای که میتونید از اون کمک بگیرید مخزن من هست. حالا در کنار هلپ البته من باید اینجا من هیستوری رو ببینم که یک جور مخزن راهنما هست. همونجور که میبینید مانند هلپ من هم یک جورایی توضیحات برای دستور هیستوری به من میده. اما برای کلیر کردن هیستوری میتونیم از آپشن C به تنهایی استفاده کنیم و زمانی که اون رو وارد کنیم دیگه ما اگه حتی آپر ارو کی هم بزنیم دستوری نداریم و حتی هیستوری هم به من نمایش داده میشه که در حال حاضر فقط یک کامند وجود داره.